به نام خدا، ابوالفضل عدالتی هستم. با یه آموزش دیگه از کانال آموزگار در خدمت شما هستیم. آموزش امروز آموزش سرعتی لایت اسپید کش هستش. یعنی چی؟ یعنی من خیلی به جزئیات دقت نمی‌کنم و تاکید نمی‌کنم. فقط برای اینکه بدونین لایت اسپید کش چجوری تنظیم میشه در حد خیلی خلاصه و یه فایل تنظیمات هم در اختیارتون قرار میدم تو کانال که بتونین اون فایل رو تنظیم کنید. آیا لایت اسپید کش به تنهایی برای سایتتون کافی هست یا خیر و موارد این شکلی هم بررسی خواهیم کرد. خب اولین موردی که باید قبل از نصب لایت اسپید کش بدونید چی هستش اینه که اصلا هاستتون لایت اسپید هست یا نه. خب تو آموزش قبلی گفتیم ولی اینجا هم میریم تو قسمت ابزارها و تو قسمت سلامت وبسایت. خب سلامت سایت رو من زدم، منتظر میشم تا بیاد بالا. به ارورا و چیز میزایی که اینجا مینویسه اصلا کاری ندارم. میام رو قسمت اطلاعات و قسمت سرور. خب همینطور که میبینید من الان هاستم 1 گیگ رم داره و چیزم اوکیه، لایت اسپید وب سرورم. اینجا میبینید که لایت اسپید هستش و PHP هم 8.1 هست. خب این از این موضوع. پس من میتونم لایت اسپید کش نصب کنم. میام اینجا تو قسمت افزودن افزونه و کلمه لایت اسپید رو مینویسم. اگر این مشکلات این شکلی خوردید، خب من هاستم ایران هست، بعضی مواقع پیش بیاد که این اتفاق بیفته. کافی صفحه رو یه رفرش بدید تا این مشکل حل بشه. حالا اگر این مشکل حل نشد، از اینجا اینم بزنید، ممکنه که مشکل رو حل کنه. اگر باز هم دیدید که این مشکل حل نشد، ممکنه از افزونه هاتون باشه یا اینکه فعلا این مشکل رو داشته باشید و در ساعاتی بعد این مشکل حل بشه. حالا برفرض که شما این مشکل رو ندارید و اینجا میزنید لایت اسپید. حالا من اینجا میزنم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب حالا مال من بالا نمیادش، ولی خب شما اینجا میزنید لایت اسپید و بذارید من تو خود وردپرس برای شما میزنم. حالا فعلا بالا نمیاد. من میام اینجا و میزنم لایت اسپید. و افزونه لایت اسپید کش رو دانلود میکنم. عکسش رو ببینید. همین افزونه که توسط خود لایت اسپید تکنولوژی درست شده رو دانلودش میکنم. این مشکلم که گفتم موقتی احتمالاً ایجاد شده و حل خواهد شد. خب من افزونه رو از قبل دانلود کردم و میام رو تنظیماتش کلیک میکنم. توجه بکنید این یک سایت ران شده است، سایتی که ما داریم روش آموزش دیجیکالا میدیم و در حال کار کردن هستش. خب بریم ببینیم که چه تنظیماتی داره، سرعتی، و یک فایل خروجیش هم بگیریم که ایشالله بعدا شما بتونید باش کار کنید. یه تنظیماتی که از پیش تعیین شده داره، یعنی من هیچی بلد نیستم، میام یکی از این موارد رو میزنم. شما میتونید یکی از این موارد رو بزنید ببینید سایتتون خراب شده یا نه. اگه سایتتون خراب نشد ازش استفاده کنید. توجه کنید که مثلا چرا خودش گفته پیشنهادی، چون اگر اینو بزنید ممکنه که یک سری از موارد سایتتون کار نکنه. خب بریم قسمت عمومی. پس اینجا یک تنظیماتی بود که از قبل تایید شده. خب این قسمت ارتقاء خودکار اصلا لازم نداریم. کلید دامنه رو چرا لازم دارید؟ اینجا میزنید درخواست کلید دامنه و دیگه هیچ کار دیگه ای نمیکنید. وقتی اینو زدید دیگه کار دیگه ای نمی کنید. میایم پایینتر. بهتره که هاستتون خارجی هم باشه برای استفاده از قسمت این کویکش. خب بعد دیگه این رو روشن میذارید، این رو روشن میذارید. گفتم اینا رو توضیح نمیدم که چی کار میکنه. ایشالله در آموزش آقای دریادل کامل برید ببینید که چی کار میکنه. اونجا کامل توضیح داده آقای دریادل. اینجا آی پی سرورتون رو باید روشن کنید. پس من میام اینجا و روی این کلیک میکنم، بهم آی پی سرور رو میده. اینجا آی پی سرور رو میذارم و تموم. اینم میذارم و ذخیره میکنم. این تنظیمات این قسمت. تو قسمت کش میریم. تو قسمت کش ایناهایی که من فعال کردم رو باید فعال باشه. حالا اینا چی هستش باشه تو آموزش آقای دریادل که برین اونجا آقای دریادل کامل توضیح داده. بقیه موارد رو هم حالا چون من فایل خودم رو بهتون میدم نیاز نیستش که
بدونید. ولی خب در حدی که فقط بدونید که چه شکلی تنظیم شده. من براتون فیلم رو گرفتم که بدونید که چجوری تنظیم شده. هر جا نیاز باشه توضیح هم میدم که چرا تنظیم شده. مثلا توی این قسمت خب ممکنه که شما آبجکت کش رو فعال بکنید و ببینید ممکچ و ردیس فعال نیست. وقتی این دوتا فعال نباشه شما نمیتونید آبجکت کش رو فعال کنید. یعنی اگه فعال کنید تأثیری نداره، حتی کندتر ممکنه باشه. و کلا ممکنه که ممکچ و ردیس روی سایت شما تاثیر مناسبی نذارن. برای همین تو تنظیماتی که من برای شما میفرستم خاموش هستش. این دوتا رو هم چجوری میشه روشنش کرد؟ هاست باید برای شما روشن کنه یا اکستنشن PHP شو شما روشن میکنید و میتونید ازش استفاده کنید. ولی ما اینجا فعلا ازش استفاده نکردیم. چرا؟ چون رو سایت که ما داریم تاثیر مثبتی نداشته. خب بقیه موارد رو هم فقط در حد اینکه ببینید تنظیماتش چه شکل هست براتون میذارم و این قسمت کش هم تموم میشه. CDN هم میتونید تنظیم کنید که باشه، میتونید تنظیم نکنید. توجه کنید که اگر هاستتون ایرانی باشه تنظیم بکنید فاتحه هاست رو خوندید، چون هاستای ایرانی اصلا نمیتونن به دیتا خارج وصل بشن و فاتحهشون خونده میشه. برای همین با هاست ایرانی اصلا CDN رو بیخیال بشید بهتره. خب میایم پایین و بذارید من ببینم. خب میایم این قسمت هم تموم میشه، به قسمت پیشخوان میریم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میریم تو قسمت بهینه‌سازی تصاویر. اینجا شما رو همین کلیک میکنید و تصاویرتون شروع میکنه درخواست میده که تصاویرتون بهینه بشه. دیگه اون درخواستاشو اینا رو خودش اجرا میکنه، نیاز نیست کاری بکنید. این قسمت هم همینطور که میبینید تنظیمات چه شکلیه. اینجا میتونید بزنید درخواست خودکار که بیاد براتون درخواست بده بهینه سازی تصاویر هم روشن کنید. البته توجه داشته باشید این بهینه اون بهینه خوبی که باید باشه نیست و اون بهینه سازی اصلی بر اساس چیز انجام میشه، بر اساس خود همین تنظیمات گوگل انجام میشه. پس اگر ما با اون کار داشته باشیم نیاز نیستش که این رو روشن بکنیم. ولی اگر نه دیگه سایت شما درست شده و همه کاراش شده، حالا تنظیماتتون چیز یعنی از اسکوش اپ استفاده نکردید، این رو بهینه‌اش رو روشن بذارید، این هم روشن بذارید و من خاموش کردم. و مورد دیگری هم که هست اینه که دیگه اینم روشن بذارید و دیگه بقیه موارد زیاد مهم نیستش که روشن باشه یا خیر. بهینه سازی رو هم میریم ببینیم که چه امکاناتی داره. همونطور که میبینید امکاناتی که نیاز هست روشن هست و امکاناتی که نیاز نیست خاموش هستش. توجه بکنید این آموزش، این فایلی که براتون گذاشتم یک فایل عمومی هست که هر سایتی رو نابود نمیکنه. مثلا میگم الان من از فونت های گوگل استفاده میکنم یا نه؟ اگر استفاده نمیکنم روشن میکنم، اگر استفاده میکنم که خاموش باشه. خب اگر من میومدم تنظیمات رو همه رو روشن میکردم سایت اکثر دوستان نابود میشد. برای همین توجه بکنید بعضی از مواردی که خاموش هست تو این تنظیم دلیلش اینه که هاست شما ممکنه که یعنی سایت شما ممکنه که نابود بشه با این موضوع، پس نباید روشن باشه. و فایلی که در اختیارتون من قرار میدم یک فایل عمومی هست، یعنی برای هر سایتی که شما داشته باشید میاد و تا یک حدی اون موارد بهینه سازی رو انجام میده. ولی اگر بهتر از اون چیزی که میخواین باشه باید بیاین و یک کمی تنظیماتش رو عوض کنید. خب بذارید ما یک کمی تنظیمات رو عوض میکنیم داخل این ویدیو و به شما میگیم اگر شما خواستید باز بر اساس سایت خودتون میایین تنظیمات رو عوض میکنید. خب از قسمت عمومی شروع میکنیم. من میخواستم ویدیو خیلی طولانی نشه ولی دیدم بعضی جاها شاید لازم باشه که توضیح بدیم. اینجا درخواست کلید دامنه رو میزنید، حالت مهمان و اینا روشن باشه، هیچی. اینجا حتما آی پی تون رو مینویسید که حالا الان من چون به وی پی ان وصلم احتمالا مشکلاتی که داشتم بابت این موضوعه. خب اینجا آی پی رو مینویسید و تمام. قسمت تراز دستی نمیزنید و میان تو قسمت کش. تو قسمت کش تمام مواردی که میبینید باید روشن باشه
و دیگه چیز خاص دیگه ای نداریم. قسمت TTL هم که همین موارد هستش، فیلم گرفتیم از قبل. موارد دیگه هم همینطوری که میبینید هست. چیزی که لازم باشه تیک بزنیم، یعنی این رو براتون نشون خواهم داد که آیا اصلا فعال کنیم یا خیر. این قابلیت خیلی خوبیه ولی ممکنه رو قالب شما مشکل ایجاد کنه، برای همین نمیشه بگیم که همیشه چیز هست قابل فعال کردن هست، پس بی خیالش میشه. قابلیت آبجکت کش، بذارید من برم هاستم باز کنم تا بهتون بگم که چجوری فعال میشه و چیکار کنیم. خب وارد هاستم شدم، حالا باید بریم قابلیت آبجکت کش رو فعال کنیم. توجه بکنید که تو هر پنلی همین شکلیه، چیز خاصی نداره. من میام اینجا و میزنم ستینگ. خب حالا چی میاد اینجا؟ ببخشید select version php select version میاد و تو چیز هم همین هستش، تو همین کلود لینوکس هم میگم کلود لینوکس، تو سی پنل هم همین موضوع هست، با کلود لینوکس میاد و این صفحه باز میشه. خب بر اساس نیازهاتون شما این تیک ها رو میزنید. توجه بکنید چون من از افزونه های استفاده کردم که کد شده نیست، دارم از آخرین ورژن چیز استفاده میکنم، PHP استفاده میکنم. میتونم از ورژن های جدیدتری هم استفاده کنم، ولی خب 8.1 جواب داده برای من. ولی شما نیاز هستش که حتما 7.4 استفاده کنید اگر از پلاگین های ایرانی دارید استفاده میکنید. مورد دیگه ای که باید به نظرم فعال باشه توی این قسمت اینه که یونکیوب و سورس گاردین رو هم حتما فعال بکنید، چرا که پلاگین های ایرانی با این دوتا کد شدن و اگه این دوتا رو فعال نکنید سایتتون کلا بالا نمیاد. خب بذارید حالا که ما تا اینجا اومدیم یک سری سرعتی اینجا رو براتون معرفی کنم که چیه. اینجا اکستنشن های PHP هست، یعنی چی؟ پلاگین هایی که رو PHP نصب میشه، به وردپرس شما کاری نداره، رو خود برنامه نویسیش نصب میشه. خب ما با یونکیوب و سورس گاردین در صورتی کار داریم که بخوایم پلاگین ایرانی نصب کنیم، در این صورت پلاگین هامون کد شده نیست، پس میتونیم استفاده کنیم راحت. پلاگین هایی که نال شده هم هستن همینطورن، نیاز نیست که استفاده کنید. الان ما اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال آبجکت کش هستیم. خب اول میایم آبجکت کش رو فعال میکنیم. بعد دیگه چه چیزایی نیاز داریم؟ خب دو تا چیزی بود اونجا، بریم ببینیم چی بود، یه ممکچ بود و یه ردیس، ببینیم که آیا اینجا هست یا خیر. خب دنبال آر میگردیم، میبینیم ردیس هستش، بله. بعد دیگه چی؟ ام میگردیم، ممکچ هم میایم و دوتا پلاگین مربوطت رو فعال میکنیم. خب تموم شد دیگه، با اینجا کاری نداریم و میریم که این صفحه رو رفرش کنیم. خب همونطور که میبینید فعال شد. بذارید حالا ما میریم یک پیج اسپید از سایت میگیریم ببینیم که آیا تاثیر مثبت داره یا منفی. خب من میام پیج اسپید رو فراخوانی میکنم. وقتی پیج اسپید رو فراخوانی کردم اسم سایت رو برمیدارم و اینجا مینویسم. توجه کنید که سایت ما هنوز کامل نیست و شاید ایراد بهینه سازی داشته باشه. ما فقط میخوایم تفاوت بهینه سازی رو ببینیم، یعنی ببینیم که آیا ردیس تاثیر مثبتی میذاره یا تاثیر منفی میذاره. منتظر میشیم تا این بالا بیاد. خب تا وقتی که میخوایم منتظر بشیم ببینیم این بالا میاد یا خیر، توجه کنید این دوتا خیلی با هم متفاوت نیستن. تو سایت شما هر کدوم فعال بود میتونید این رو روی همون تنظیم کنید و مورد دیگه ای نیستش. اینجا توجه بکنید اگر ردیس تنظیم کردید این عدد و اگه ممکچ تنظیم کردید این عدد رو باید به عنوان پورت اینجا قرار بدید. بقیه موارد نیازی نیستش که وارد کنید و چیز اوکیه بقیه مواردش و شما فقط ذخیره رو میزنید و تمام. حالا بریم ببینیم که بذاریم من صفحه های اضافی رو ضبط کنم. بریم ببینیم که نتیجه‌ای که گوگل داد چیه. خب همونطور که میبینید 57 و اینجا هم 49. خب اینکه اروران راجع به چی و اینا اصلا کاری نداریم، ما فعلا فقط موضوعمون همینه که این آیا بهینه هست یا نه. توجه بکنید چرا امتیازهای ما اینقدر کمه؟ به خاطر که ما هنوز سایت رو برای گوشی بهینه نکردیم، این عکس درستی نمیاد. خب ما میام اینجا، من میام و
اینجا روشن میکنم آبجکت کش رو و روی ردیس میذارم و بقیه موارد رو کاری ندارم. میبینید کاری ندارم دیگه، بقیه ذخیره رو میزنم تا ببینم که کیفیت هاستم چه شکلی میشه. میام اینجا و یه بار دیگه آنالایزیس میزنم، منتظر میشم ببینم آیا مثبت بود یا منفی. همونطور که میدونید رو موبایل 57 بود و رو کامپیوتر 40 خورده ای بود. حالا منتظر میشم تا ببینم نتیجه جدید چه عددی میتونه باشه. میتونید یک بار دیگه همین آموزش رو، یعنی بیاین اینجا و چیز کنید، این ردیس رو روی چیز تنظیم کنید، ممکچ تنظیم کنید و ببینید که چه اتفاقی میفته. توجه کنید اینجا یه تست اتصال ناموفق هم داریم که باید ببینیم که مثلا الان من میام رو ممکچ و البته بذارید این نگاه کنید خیلی تفاوتی اعمال نشد. احتمال داره اون تست اتصال درست باشه و اصلا اعمال نشده باشه رو سایت ما. حالا من بذارید بیام و یک بارم با ممکچ این کار رو انجام بدم، ببینیم آیا اوکی هستش یا خیر. بذارید من یه بار آنالیزیس انجام میدم. اگر حالا من کلا روشش رو براتون خواستم بگم، یعنی که چجوری تنظیم میشه. اگر این تست اتصال دیدید و دیدید که مثل الان که ما تست کردیم هیچ مشکلی، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، به هاست تیکت میزنید، میگید من لایت اسپید کش رو فعال کردم و مثلا آبجکت کش هم فعال کردم و نتیجه ای نگرفتم. شاید نیاز باشه که مثلا این دوتا رو پر بکنید یا هاست یک تنظیم خاصی برای شما انجام بده تا آبجکت کش فعال بشه و امتیاز بیشتری بگیرید. خب تا وقتی که اون میاد و رسیدگی میشه به این قسمت، بیایم ما بریم بقیه موارد رو بخونیم. خب اینجا چیزی نیاز نداریم، همین عددهایی که هست خوبه. قسمت پیشرفتم بهتره که این گزینه فعال باشه، با گزینه پایینی کاری نداریم و قسمت ووکامرس رو هم کاری نداریم. خب میایم تو قسمت CDN. همونطور که گفتم اگر اون اول تو تنظیمات کویک رو روشن کرده باشید میتونید استفاده کنید، ولی رو هاست‌های ایرانی ممکنه که تاثیر معکوس بذاره و کارتون بد بشه. برای همین من اینا رو فعال نمی‌کنم و کلا این موارد رو فعال نمی‌کنم. ولی اگه هاستتون خارج بود میتونید تست کنید و موارد مربوط به اینجا رو فعال کنید و اینو فعال کنید تا ببینید چی میشه. اینم که مال کلودفلر هست که اگر هاستتون خارجه دوست داشتید میتونید فعال کنید. خب میریم بهینه‌سازی تصاویر هم بهتون آموزش بدم. اینجا این رو میزنیم و اینا هم این شکلی تنظیم میکنیم، این و این قسمت و این قسمت. اگر دوست داشتید میتونید حالا این رو خاموش هم بذارید و این قسمت، یعنی یکی در میون دیدیم ما روشن کردیم. این اولی مال اینکه درخواست بفرسته براتون عکس‌ها رو بهینه کنه، این برای اینکه تصاویر اصلی رو بهینه کنه یا نه تصاویری که یه تصویر جدا بسازه بهینه کنه. تصاویر اصلی بهتره که بهینه بشن، حذف تصاویر اصلی رو انجام بده یا خیر که میتونید انتخاب کنید. مثلا من الان خاموش میذارم چون شاید شما بخواید تصاویر اصلی رو نگه دارید، ولی میتونید روشن بذارید که تصاویر اصلی هم خاموش بشه و بقیه موارد رو هم که میبینید توضیحاتش رو به پی باشه یا نباشه، چشمی باشه و اینها، من اینا رو تیکش رو گذاشتم. اگر نوشته که بذارید من این قسمت رو چیز کنم، کامل فارسی کنیم تا ببینیم که این نوشته که اگه میهمان بود روشن باشه یا اگه میهمان بود خاموش باشه. بذارید من این رو چیز کنم، ترجمه کنم که یا فعلا میخوایم ما این رو چیز میکنیم، غیر فعال میکنیم تا بعد ببینیم که این متن رو. بذارید من میرم ترجمه میکنم ببینم اگر اوکی بود روشنش میذارم. میام اینجا و ترنسلیت رو میزنم، انگلیسی به فارسی رو میزنم، این تنظیم برخی دست. خب پس چیز خاصی نداره. خب پس میذاریم روشن باشه. توجه کردید اینجا هیچ تأثیری نداشتیم با ممکچ.
و البته اینجا تاثیر داشت ولی این قسمت تأثیری نداشت. احتمالا اون قطع اتصال درست بوده و باید به پیام بدیم که اون اتصال رو برامون درست کنه، ولی چون الان ویدیو طولانی میشه دیگه من این مورد رو چیز نمی‌کنم و به همین تنظیماتی که هست بسنده می‌کنم. خب میایم بهینه‌سازی برگه ها رو انجام بدیم. unused CSS رو روشن میکنیم که میاد و CSS هایی که استفاده نمی کنیم رو فعال از بین میبره و ترکیب CSS ها رو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه دو تا CSS با هم موارد جدا از هم داشته باشن، نیازی نیست و اینای دیگه هم نیازی نیستش که بیاین و با هم چیز کنید، با هم بیایید و ترکیب کنید، چون بعضی از این موارد مال ترکیب کردنه. اینایی که نوشته این لاین هم میاد CSS تون رو توی یه خط میذاره و موردهای دیگه هم که همین حالتی که هست باید باشه، بیشتر از این حالت باشه باعث خرابی تو سایتتون میشه. خب ما دیگه بقیه موارد رو نیازی نمیبینیم که بخوایم کاری بکنیم. میام ذخیره رو میزنم و اینجا میام یه بار دیگه پیج اسپید رو چک میکنم ببینم آیا بهتر شد یا خیر. تا لودینگ انجام میشه من بیام یه سری چیزا رو بهتون بگم که چه چیزایی لازم داشتیم. نگاه کنید لایت اسپید کش میاد و برای ما تصاویر رو کشا و اینجور چیزا رو بهینه میکنه، ولی آیا لایت اسپید کش به تنهایی کافیه ما از لایت اسپید کش استفاده کنیم یا نه کافی نیستش؟ خب لایت اسپید کش کافی نیست برای این کار. چرا؟ چون افزونه‌ای داریم به نام پرف ماترز که میاد و پلاگین ها رو تو صفحات خاصی چیز میکنه، غیر فعال میکنه و باعث افزایش سرعت سایت ما میشه. به طور مثال شما فکرشو بکنید یک پلاگینی مثل دیجیتسو شما تو تمامی صفحات نیاز ندارید، شما تو صفحه لوگین نیازش دارید، حالا شاید بعضی صفحات دیگه هم نیاز داشته باشید ولی تو تمام صفحات سایتتون نیاز ندارید، اما کدای این افزونه تو همه سایتتون فراخوانی میشه. پس شما باید چیکار کنید؟ کاری کنید که کدای این افزونه تو تمام صفحاتتون فراخوانی نشه. یا مثلا میگم فیلتر محصولات ووکامرس. خب فیلتر محصولات ووکامرس افزونه ایه که فقط تو صفحه شاپ فراخوانی میشه، صفحه ریزالت یا صفحه هایی که مربوط به اینه که شما یه سری محصول میبینید، حالا میخوایم بین اون محصول یه شرطی بذارید که نمایشش عوض بشه، اونجاها نمایش داده میشه و تو صفحه اصلی شما فیلتر محصولات ووکامرس رو به صورت مستقیم فراخوانی نمی‌کنید. پس چی میشه؟ این افزونه هم میتونه تو صفحه اصلی فراخوانی نشه. یا مثلا افزونه های دیگه ای هم هست که میتونه این قابلیت رو داشته باشه که تو صفحه اصلی فراخوانی نشه یا تو صفحه های دیگه فراخوانی نشه. مثلا افزونه کانتکت فرم 7. خب شما صفحه فرم تماس 7 رو نمیایین و تو صفحه اصلی فراخوانی کنین، معمولا میرین تو صفحه تماس با ما فراخوانی میکنید. یا مثلا اگه فرم دیگه ای داشته باشید تو صفحه خاصی اون فرم رو فراخوانی میکنید، نه تو همه صفحاتتون. معمولا این چیزی نیستش که قطعی باشه معمولا. خب اگر هم مثلا تو صفحه محصول فراخوانی میکنید تو صفحه اصلی که فراخوانی نکردید دیگه، پس میایین چیکار میکنید؟ با پرف ماترز میایین میگید که مثلا این افزونه رو من فقط تو صفحه اصلی فراخوانی میخوام بشه، رو بقیه صفحه ها فراخوانی نشه. یا برعکس این افزونه میخوام رو صفحه اصلی فراخوانی نشه و رو بقیه صفحه ها فراخوانی بشه. یه چیزای شبیه به این که باعث بشه که سرعت سایت شما بیشتر و بیشتر بشه و CSS ها و جاوا اسکریپت ها و کلی چیز میزای دیگه که بابت یه افزونه به صفحات شما اضافه میشه همه از صفحات شما برداشته بشه و باعث بشه سرعت سایت شما بیاد بالا و از اون ور رتبه سایت بیشتری داشته باشید. پس مورد دیگه ای که بعد از لایت اسپید کش هست بهینه سازی با یک افزونه دیگه ای به نام مثلا پرف ماترز هستش که حالا عکس موشک هم هست، حالا نمیدونم اینجا عکس موشک ندارم براتون بکشم و آره اون هستش که حالا تو آموزش‌های بعدی بهتون میگم. آیا همین دوتا کافی هست؟ خیر، همونطوری که میدونید همین لایت اسپید کش میاد و بهینه سازی انجام میده، ولی همونطوری که گفتم لایت اسپید کش نمیتونه بهینه سازی خوبی رو به شما تحویل بده. پس شما باید چیکار کنید؟ از اسپوش اپ استفاده کنید. پس میایید از اسپوش اپ استفاده میکنید و چیکار میکنید؟ میایید و چیز میکنید،
عکساتون رو بهینه میکنید، بعد آپلود میکنید تو سایت. بعد حالا لایت اسپید کش اون چیزش اتوماتیکش فعال باشه و اون رو بهینه تر کنه که بهتر، ولی اگرم نکرد مشکلی باهاش نداریم و اون عکس در واقع توسط گوگل بهینه شده و نیازی نیستش که دیگه حجمش از اون چیزی که گوگل گفته کمتر بشه. توجه بکنید یک عکس بهینه حتما حجمش کمتر از 80 کیلوبایت هست. برای سایت های من و شما، برای دیجیکالا نه، دیجیکالا هزاران سرور داره و اون سروری که داره در برابر هاست شما بسیار قوی هست. به خاطر همین اصلا نمیتونید سایت خودتون رو با دیجیکالا مقایسه کنید که آره دیجیکالا رو صفحه اصلی مثلا 1 مگابایت عکس داره ولی من 500 کیلوبایت هم ندارم، چرا من باید بیام و بهینه سازی رو انجام بدم؟ و کلا داستان دیجیکالا با سایت شما فرق میکنه، پس باید یه سری موارد رو رعایت کنید. خب همونطور که دیدید تأثیری رو سایت ما نذاشت. پس موضوع آبجکت کشمون چی بود؟ موضوع آبجکت کشمون این بود که باید هاست فعالش بکنه که فعال نبودش. خب مورد دیگه هم آیا هست که ما بخوایم بررسی کنیم؟ بله، ما میایم الان اینجا برای شما چیکار میکنیم؟ من میام از قسمت جعبه ابزار و یک خروجی از فایل الانم میگیرم. خب اینجا میام و مینویسم ls catch config. خب من این رو ذخیره کردم. وقتی بخوام باز دوباره وارد کنم اینو میام اینجا میذارم، وارد کردن رو میذارم و تمام تنظیماتم انجام میشه. اما شما اگه همین فایل رو بذارید دیگه تمام سایت شما بهش میشه؟ خیر، سایت شما بهش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه که اصلا شما نتونید با این قالبتون و پلاگین هاتون با این موضوع سازگار نباشه و همچنین با پرف ماترز و بقیه پلاگین هایی که در آینده بهتون خواهم گفت، بیشتر پرف ماترز برای بهینه سازی عکس هم که همون اسکوش اپ، پلاگین جز این دوتا نمیخوایم. اسکوش اپ که پلاگین نیست، در واقع سایت هستش، و پرف ماترز هم که برای بهینه سازی سایت به استفاده میشه که همونطور که گفتم چه مواردی رو باید باش حل کنید، اونا رو حل میکنید، اونا رو استفاده کنید تا سایتتون نتیجه بهتری بده. ولی خب لایت اسپید کش هم میتونه تا جای خیلی زیادی به شما کمک کنه. وقتی که این رو وارد کردن و زدید و این تنظیماتی که من بهتون دادم در اون ریزی شد، چیکار باید بکنید؟ باید بیاین تو قسمت عمومی و یک بار این درخواست کلید رو بزنید. وقتی درخواست کلید رو زدید اینجا کلیک میکنید تا آی پی سرورتون این بغل نمایش داده بشه و آی پی سرورتون رو میزنید و دیگه نیازی نیست تنظیم دیگه انجام بدید، در صورتی که سایتتون از اون چیزی که بود بهینه تر شد. ولی اگر سایتتون رو سرعتش رو کمتر کرد یا چیز خیلی بهینه نکرد، نیاز هستش که بعضی تنظیمات رو ویرایش کنید و بخواد تنظیمات بیشتری انجام بدید که این یک آموزش بسیار کلی و یک آموزش بسیار با جزئیات نیاز داره که از این آموزش دیگه پس این بر نمیاد و شما باید بشینید آموزش های آقای دریادل رو راجع به این موضوع نگاه کنید. فایلی که من بهتون میدم فایلیه که تا یک مقدار زیادی میتونه کار شما رو راه بندازه نسبت به هاستتون، اما همونطور که گفتم خیلی ربط داره که چه پلاگینایی نصب کرده باشیم و در موضوع دیگه هم که هست باید پلاگین دیگه هم در کنار این نصب کنید که بیاد و افزونه ها رو تو صفحات دیگه غیر فعال کنه تا شما راحت تر بتونید بهینه سازی ها رو انجام بدید. خب این آموزش هم به پایان رسید. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم ازتون بهتون پیشنهاد میکنم که حتما به کانال تلگرام ما عضو شید و تو کانال گروهمون هم عضو بشید و این ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و بهمون بگید که چه ویدیوهای دیگه لازم دارید تا در هفته‌های آینده ما بیایم و ویدیوهای جدیدی براتون تولید کنیم. خب تا یه آموزش دیگه با کانال آموزگار شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.